ابرو حالت سیخ به سمت بالا نباشه، کاملا نچرال و طبیعی بشه. فقط قسمت های جلویی به سمت بالا، مابقی به سمت خوابیده. برای اینکه حالت فیلتری و جذاب مثل عروسکی به ابرو بدم، میتونم با پشت براشم یا با یه چیز نوک‌تیز به این حالت فاصله بین ابروها بندازم و موها رو به این حالت شروع کنم یه کوچولو از هم فاصله بدم و حالت نقاشی طور بهش بدم. خیلی ها وقتی این مدل ابرو رو میبینن فکر میکنن الان فیلتر کار شده و باورشون نمیشه که این ابرو فقط با لیفت به این حالت در اومده. کاملا ابرو رو فیکس میکنم. حتی توی این مرحله میتونم از اسپری فیکس کریولاین استفاده کنم که کاملا ابرو بچسبه و واترپروف بشه. ابروی بعدی رو کار میکنم، برمیگردم. شروع کنیم. برای زیرسازی سایه‌مون من از برند فرین استفاده میکنم، از کانسیلر فرین. حجم خیلی کمی روی پلک میذارم. اصلا به هیچ عنوان نیاین از حجم زیادی کانسیلر استفاده کنین. با یک میکرو بلندر شروع میکنم کل پشت پلکم رو با کانسیلر یک دست میکنم. در واقع ما فقط یک چربی نیاز داریم برای زیر سایه‌مون که بتونیم سایه رو روش فیکس کنیم. از یک براش فید زبان گربه‌ای و سایه مورف میخوام استفاده کنم. براشم شماره M57 از برند فرین و سایه هم سایه مورف میخوام استفاده کنم. از این رنگ آجوریش میخوام بردارم. به این حالت براشم رو توی سایم قرار میدم. دستم رو این شکلی نمیگیرم، دستم به حالت خوابیده، اضافه های سایم رو میگیرم. میخوام به چشم وسعت بدم، کاری کنم پشت پلکم بلند نشون داده بشه. میام از قسمت 2/3 خارجی چشم، یعنی از جایی که موژه شروع شده به سمت بیرون، به حالت پرسی و بالا و پایین به این حالت این قسمت رو رنگم رو پرس میکنم. در واقع پیگمنت میدم به سایم. پس به هیچ عنوان نمیکشم چون زیرسازم اول کار چربه. میخوام اول پیگمنت بدم به پوستم، به سایم. بنابراین میام به حالت پرسی به سمت بالا و پایین 2/3 خارجی چشم رو به این حالت پرسی رنگ گذاری میکنم. حالا با یک رنگ لایت‌تر، روشن‌تر که من از این رنگ میخوام استفاده کنم، میام بالای کارم رو ضربه‌ای فید میکنم، بالا و بیرون کارم. فقط ضربه میزنم. لبه های کار رو فید کنم. این فیدی رو میارم تا قسمت کانتور صورت تا مرزی وجود نداشته باشه. خب. حالا دوباره از رنگ آجورین برمیدارم. ابرو رو میکشم به سمت بالا و دقیقاً قسمت کریس چشم، یعنی این قسمتی که فرو رفتگی میشه بهش میگن کریس چشم. قسمت کریس چشمم رو به این حالت پرسی سایه گذاری کنم.
ذره ذره به این حالت میکشونمش به سمت سایه گوشه بیرونی چشمم. آروم آروم فیدش میکنم. دوباره رنگ آجریم رو برمیدارم. این بار قسمت داخلی، نیم دایره داخلی چشم به سمت بینی. ببینید به چشم کاملا وسعت دادم. چشم رو پهن‌تر نشون دادم، درشتر نشون دادم پشت پلک رو. فقط به حالت پرسی و خوابیده ضربه میزنم تپ 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 و با یک رنگ روشن‌تر لبه های کارم رو کاملا فید میکنم. دوباره این چشم کار میکنم. ببینید اول گوشه خارجی چشم، بالا پایین وسعت میدم به چشم. لبه ها رو با ضربه فید میکنم. یک رنگ روشن‌تر برمیدارم و لبه های کار رو فید میکنم تا با کانتورم یک دست بشه. لبه های داخلی رو فید میکنم. حالا قسمت وسط، ابرو رو میدم بالا، قسمت کریس چشم، و قسمت جلوی چشم که میاد وصل میشه به کانتور بینی. تا اینجا شد زیرسازی سایم. حالا از یک براش فید کوچیک که من از شماره M28 برند فرین استفاده میکنم، رنگ قهوه‌ای بلوطی از همون پلت مورفم استفاده میکنم. برمیدارم و چشم رو میدم بالا، ابرو رو میدم بالا، میام دقیقاً از قسمت کریس چشم این رنگ تیره رو به شکل رفت و برگشت و برای فیدش به حالت دورانی تو این قسمت چشم کار میکنم. میخوام به چشم عمق بدم، در واقع کریس سازی کنم، پلک سازی کنم برای چشم. بنابراین آروم آروم رنگ تیرم رو اضافه میکنم و به حالت دورانی لبه های کارم رو فید میکنم تا توی رنگ قبلی کاملا فید بشه. این تیرگی رو آروم آروم میارم کنار بینی و فیدش میکنم. هر چقدر میخوام عمق کارم بیشتر باشه تیرگی کارم رو بیشتر میکنم. کاملا پلک رو میدم بالا، ابرو رو میکشم بالا که پشت پلکم کامل یک دست صاف بشه و هیچ مرزی رو از زیر دستم در نبره. باید حتما کامل ببینم مرز کجاست و کاملا فید شه. از رنگ آجوری روشنم دوباره استفاده میکنم و بالای این تیرگی رو کاملا فید میکنم به حالت دورانی. آروم آروم این قسمت رو فید میکنم.
دوباره چشم بعدی رو کار میکنم. توجه کنید دوباره اول به حالت رفت و برگشت، دقیقا قسمت کریس چشم. سکت کم سفتر میتونیم دوباره با یک رنگ روشن مرزم رو از بین میبرم. خب. تو این مرحله از یک براش سرتخت زبان گربه‌ای که جنسش پلاستیک باشه، چون میخوایم کات بزنیم. بچه‌ها قسمت هایی که میخوایم کات بزنیم براشتون باید حتما جنسش جنس پلاستیک باشه که کاملا موها حالت صاف و یک دست در بیاد. از کانسیلر هم استفاده میکنم. فراشم رو به این حالت از دو طرف کاملا تیز و آغشته به کانسیلر میکنم. میگم چشمش رو باز کنه، روبروش رو نگاه کنه که کاملا من کات چشم رو ببینم. به همین حالتی که چشم بازه من دقیقا همون قسمت رو کات میزنم، علامت میزنم. در امتداد خط خود چشم به این حالت کاتم رو میزنم. چشم بعدی رو هم همین کار رو انجام میدم. حالا میگم چشمش رو ببنده و کاملا کاتم رو تمیز میکنم و زیرش رو یک دست میکنم. اگر میخواین سایه های رنگی کار کنین، بهترین کار اینه که زمانی که کاتتون رو انداختین با یک گوش پاک کن و مسلار واتر یک دور این قسمت زیر رو کاملا تمیز کنید. یعنی کامل کانسیلر و سایه رو پاک کنید زیر کات و دوباره کانسیلر بزنید. این کار باعث میشه کاملا یک سایه رنگی و تمیز داشته باشید. هر چقدر میخواین عمق پشت پلکتون بیشتر، حجم پشت پلکتون بیشتر بشه و این کاتتون بزرگتر بشه، میتونید کاتتون رو بالاتر ببرید.
کانسیلر رو تا نصف قرار میدم. حالا با یک میکرو بلندر شروع میکنم چربی اضافه کانسیلرم رو میگیرم و در عین حال این پشت حالت پرتابی و تپ تپ پخشش میکنم. خب وقتی کاملا چربی کانسیلرم رو گرفتم و دیگه هیچ ردی از چربی وجود نداشت، توی این مرحله از سایه سفید کیکو و یک براش زبان گربه‌ای که من از شماره M56 برند فرین استفاده میکنم برمیدارم به این حالت، کاملا آغشته میکنم به سایه و شروع میکنم قسمت جلوی چشم رو خیلی با دقت به حالت پرسی از رنگ سفیدم استفاده میکنم. با این کار هم سایم رو دارم خشک میکنم، هم قسمت جلوی چشم رو کاملا روشن میکنم. کانسیلرم رو کاملا خشک میکنم. خیلی با دقت و ظریف. حالا از همون پالت مورفم استفاده میکنم. رنگ قهوه‌ای بلوطی رو دوباره برمیدارم، میام قسمت انتهای چشم، پایین نگاه کن. به این حالت به شکل اوری از رنگ قهوه‌ای بلوطی استفاده میکنم. انتهای خارجی چشم رو به سمت وسط پلک به شکل اوری و از رنگ قهوه‌ای بلوطی استفاده میکنم. آروم آروم اول به حالت پرسی که پیگمنت گذاری کنم و بعد ذره ذره فیدش میکنم.
لبه های کارم رو با حالت ضربه‌ای کاملا مرزگیری میکنم. چشم بندی رو کار میکنم. خب حالا از یک رنگ آجوری که اول استفاده کرده بودم دوباره استفاده میکنم. یک کوچولو میام وسط پلک رو همزمان با اون قسمتی که قهوه‌ای کار کرده بودم به صورت فید از رنگ آجوریم استفاده میکنم تا برسم به قسمت سفیدی چشم و مرزی نمونه. خب از رنگ دودی از برند مورف از این رنگ استفاده میکنم. همین رنگا رو بچه توی سایه ریولوشن میتونید پیدا کنید. پایین رو نگاه میکنه. مرز قهوه‌ای و آجریم رو از رنگ دودی استفاده میکنم. میخوام یه کوچولو تیرگی این قسمتم بیشتر بشه ولی مشکی نمیخوام بذارم. کاملا پیداش میکنم. خب توی این مرحله من هم میتونم سایم رو مات نگه دارم هم میتونم شاینش کنم. یه کوچولو از رنگ کرمم استفاده میکنم. مرز بین سفیدی و آجوریم رو یه کوچولو از رنگ کرم استفاده میکنم که یکم این قسمت روشنی بیشتر بشه. خب حالا میخوام از شاین یا گلیتر استفاده کنم. اول از شاین استفاده میکنم و بعد روی اون گلیتر کار میکنم. تفاوت شاین و گلیتر تو این هست که گلیتر دونه های درشتر و شاین دونه های ریزتری داره. سوپر شاین هم که دیگه خیلی شاین ریزی داره. یه لحظه استاپ کن. برای اینکه بتونیم شاین و گلیترمون رو پشت پیپ کار کنیم و دوام بیشتری داشته باشه باید از چسب مخصوص گلیتر استفاده کنیم. من از چسب نیکس استفاده میکنم. یه مقدار پشت دستم میذارم یا روی پلت میذارم که بهتر روی دست باشه و با یک براش به این حالت با یک براش فید شروع میکنم به زدنش و به حالت فید اون قسمت از پرک رو که میخوام شاین و گلیتر باشه به این حالت کار میکنم و بعد با براش فید
از شاین و گلیتری که دوست دارم رنگشو استفاده میکنم و به این حالت روی پرک کار میکنم. من از شاین 7 رنگ دارم استفاده میکنم که برند من برند استاد مروینه، اما همین شاین رو برند هایمر داره و فوق‌العاده هم خوبه. باز کن چشمتو. چشم بعدی رو هم کار کنی. اگه میخواین شاینتون به حالت ستاره‌ای باشه و خراب نشه، به حالتی که من دارم میذارم شاینتون رو باید کار کنید. یعنی خیلی کم فشار دست، خیلی کم حجم کمی شاین بردارید و به این حالت پرس کنید روی پلک، اما فشار دستتون خیلی کم باشه. با یک براش تمیز اضافه های شاین رو بگیرید. بریم برای ادامه کار که کشیدن خط چشمه. بعد از اینکه شاینم رو زدم، حالا میخوام به حالت ستاره‌ای، می‌بینید وقتی چشم تکون میخوره یه حالت برق ستاره‌ای مانند داره، میخوام از گلیتر استفاده کنم. دوباره چسب گلیترم رو برمیدارم و همون حالت دوباره با براش فیدم جاهایی که میخوام به حالت ستاره‌ای گلیتر بزنم چسب میزنم و این بار از گلیتر استفاده میکنم، یعنی همون اکلیل های درشت، و یه سری از قسمت ها رو از این گلیتر استفاده میکنم که یک نمای شاین زیبا به من بده که وقتی چشم تکون میخوره یه برق خاص به من بده. به این کار میگن روش بارانی. همینطور که میبینید یه برق و زیبایی خاص داره. چشم رو تکون بده. میخوام از پالت مای میکاپ استوری و براش سرکج گراف شماره 2 استفاده کنم. همینطور که میبینید یه نوک تیز داره و برای خط چشم کشیدن خیلی مناسبه. شما میتونید از خط چشم های ژله‌ایتون استفاده کنید یا از پالت مای میکاپ استفاده کنید. به همین حالتی که چشم روبرو قرار داره، در امتداد چشم یک خط اوریب به سمت پایین میکشیم. اگر مدلتون زیاد پلک میزنه دستتون رو بذارید پشت پلک و به این حالت بکشید. این کار باعث میشه وقتی میخوایم بن مژه بکشید پلکش تکون نخوره و به این حالت یک خط صاف و تیز در امتداد خط خود چشم به این حالت بکشید پایین که چشم رو حالت گربه‌ای نشون بدید. چشم بعدی رو ببینید.